یک رو گفتم زودتر بومم او دفتر او یه مقدار اوی بنیشتم بعد گفتم خب چرا بنیشتم من باید از جای انتخاب بکنم بعد گفتم یک رو وقت داشتیم تمام انتهای او گوشم رو دور بزنم خب می انتخاب بودم بعد که آقایان که با ماده گفتم آقا که انتخاب بکنید شما با انتخاب بکنید یا من بگفتی که اما شما را اون آخر اوی گفتم اوی نه برای اما اینجا خیلی که از گیلان از استان گیلان امان درده از رشت بزرگواران امان درده اما بایستی اینجا انتخاب بکنیم که بشن را آسایش ببینیم بوده که انتخاب بکنیم بودم اجای من انتخاب بکنم اگر آیا انتخاب بکنم که آیا میکروفون میهیمی میز نهیمی صندلی نهیمی که های مراسم برگزار بید و بعد آقای آشورپور بمون آقای آشورپور حتی بگفتم آقای آشورپور الان من تیغه برسید الان من تیغه برسید